سلام علیکم. علیکم سلام. اکا سلمان سوزین خوبی؟ سلامت باشین، تشکر. همه در عرفیت میگن که باید که آدم حرکت کنه آب چشمی دو کاتگوری آدم نریزونه. خب یکی که تولد کرد، یکی که تربیت کرد. خب همین حاجی همین برآمد شما رو من یک ساعت گوش کردم شما میگه که یک معلم ما رفت در کافه چای خورد یا کافه خورد این فساد شد، یا که دیپلمای تاجیکستان در این جای رول نمی‌بازن در ازبکستان. حالا اون که در دانشگاه و دانشکده های تاجیکستان چقدر دانشجوی خارجی هست، خب چقدر دانشجو هست حسابی شهروندان خارجی. اوه من نگفتم همون کسی طرفدار رحمانوف اومد نظامی دولت داره گپ زد. همین مسئله را بحث کردیم که بعد هی عیس شما تولک دایره رفتین که دیپلم تاجیکستان در ازبکستان برآمد در سطح وزارت گفت که ما دیپلمای تاجیکستان قبول نداریم. گناه ما چیه؟ او گپ درست. همین از سبب شاید با شما فکر کردین سببش نظام درستی امام علی رحمانوف بسو امام علی رحمانوف در پیامش برآمد سطح معارف یک نظامی فرسوده خودش گفت، من نگفتم، امام رحمانوف گفت. شما پیام این همین ساله را گفته استین. وقتی که ازبکستان دید که شهرونداش رو آوردن با دانشگاه و دانشکده های تاجیکستان، وقتی که منبع درآمدشون برآمد، بعد اوی یک دو سال پیش بود دیگه نو و سهمی اومده رفته استن. نو و سهمی منبع درآمد ازبکستان حسابی 4 تا دانشجو از مردک 15 نمودی ماشین میبرن. حسابی چیزی که نباشه 15 نمودی ماشین در ازبکستان بود. دیوانه ای چی 4 دانشجو اقتصاد ازبکستان پیش میبرن. کار نداره حسابی کدوم یک تعلیم منطقی و علمی که گپاتون به سوادی دانشجو 100 دانشجو ازبک 1000 دانشجو ازبک آیا یک اقتصادی بزرگ ازبکستان برابر پس میکنه و دانشجو تو کلات کار میکنه؟ تو میدونی چی گفتی؟ برای یک معلم یک پیاله چای خورد شما نمیدونم ایکی جاتون دیونه میشین. وقتی که نمیدونم از کجا دیونهش نگی 4 دانشجوی ازبک اومده از خونه اقتصاد ازبکستان در زمین زده است. از کجا دیونه شده؟ وقتی که تا کجا دیونه شده بگو سوال جواب ده. فایسوس نه برای موضوع قضیه تو ما میگی شما دیونه تا کجا دیونه شدی؟ گپی موضوع یک ایده منطقی نداری. یک ازبک آمده در تاجیکستان خونده تمام اقتصاد افغانستان ازبکستان پانی بانکرات شده. گیجود تو منطقه افغانستان ازبکستان میدانی که چقدر شرطنامه بین المللی داره، میدانی چهار کارخانه بزرگی ماشین سازی داره، میدانی چی تاجیکستان تو اندازه ای که خودشم میتونه آیا بورم برو ورده در همین 5 روزی که کرده است الکی نرخ نوای بازار تو بین در کجا میتونه نرخ نوای بازار در تمام روی دنیا همین خیلی شده در تمام روی دنیا نیست. این گپ دروغه، این گپ دروغه. در هر کشوری که وابسته روسیه بود در همون منطقه نرخ نوا اومد به کاهش. بچه سلمان تو بچهش میخودت نگاه که بچهش دیگران نگاه نکن. بچهش به زبان اقتصاد نگاه که تو با اون فکر خامت نگاه نکن. واقعیت نگاه کن. مجموع محصولات داخلی ما در همین سال 2021 چند میلیارد تومان بود؟ مجموع محصولات ما را نگاه کرده گپ زدن برای کی؟ من نگاه کرده گپ میزنم. مجموع محصولات ما در سال 21 صبر کن. قاهی رسولزاده در پیامش مجموع محصولات گفت چند میلیارد تومانی بود؟ دلار قیمت شدن روسیه ارزان شدنش ای تاجیکستان چی وابستگی داره که شما تاجیکستان وابسته 50% مجموع محصولات داخلی ما حساب روسیه مهاجرت است. میفهمی؟ همه دولت با یکدیگر دو گریفت داره. کجا میگه که تاجیکستان تو میفهمی مجموع محصولات داخلی میفهمی چیه؟ مجموع محصولات داخلی میفهمی چی است؟ مجموعه محصولات داخلی چی است؟ برای همون بسیار شیطانی نکنین مردم. آخه شیطان خودی نمیفهمی، آخه تو تصورات نداری. من خودت چی بحث کنم؟ ای داداش، ای برادر، ای هموطن، تو نمیدونی قاهی رسولزاده برآمد مجموعه محصولات داخلی گفت از بم بیافته گردن ما بشکند. چرا یکتا نگو آخه ای گپورا این اکایی که در جد دستی 5 برنامه پیش میگفت شما ناو گفته سنی ای ما در رفت این شعری من ای ما در رفت من شعر ناو میگم. کسی که نگاهی بدبین داره همو خیلی نگاه میکنه.
اینم یک زنک که دیگه بالا نمیوه ولی به اکای ما مکتب من بگم کسی که نگاه بدبین کدام نگاه بدبین برای بهترین اقتصاددانا را گوش که چی میگن تاجیکستان در یک بحران اقتصادی قرار دارد. تاجیکستان امروز برای پیشرفتش همه کار کرده. تو زیر پیشرفت داده چی میبینی؟ پیشرفت در پیشرفت اقتصاد تینجی و آرامی دولت و ملت. اقتصاد نمی زنه که نه گبزه گفت 800 سوم معاش میگیرم اما پیشروی های 800 سوم تو در سیمای یک از همه را بها نتی 5 یک خیل نمیشوه. همین زنه اگه نمی زنه یک از چه زندگی کنه 700 سوم معاش میگیره یک از وابسته به حق سواد ابر گم شین بنا میخواد یک چاپلوسی به سواد زنگ نزد که همین عصبا رو ویران نکنیم ده. آخه تو مجموعی محصولات داخلی را ندانی، فایز مهاجر را ندانی، بودجه کشور را ندانی، سالانه مجموعی محصولات داخلی سروازی برآمد گپ زد ندانی چند میلیارد سومانی است. چی بخاطر چی گپ زنم؟ شما بدخواه ملت اوی بسواد من الکی پیشگویی کردم که ما گپ درست است که ما علم غیب نمیدونم ولی از موقع جایگیر شویم و کشوری وابسته بودن به روسیه من گفته هستم که اگر اقتصادی روسیه کم شوه ضعیف شوه همین تحریم ها همین سانکسیون هایی که دیدستین اگر زیاد شدن گیره آینده تاثیرش به ما بیشتر میرسه. برای چی؟ یعنی 50% مجموع محصولات داخلی ما ای حساب انما هموطنای مهاجر است 50%ش میفهمی 30% دیگه اگر ما حساب کنیم ای حساب نلاک انداز صاحب کار انداز میسپره. اگر مهاجر پول روی نکنه اگر فرزند من نروه از مغازه ساختمانی تخته و چوب و لوازمات لازمی نگیره اگر صاحب مغازه باشه نفروشه آیا میتونه نلاک بسپره؟ شما از زبان اقتصاد فکر کنین منطقی فکر کنین که من پول روی نکنم پدر من خونه‌شو تعمیر نکنه از دکان ساختمانی کراسکه و رنگبار نگیره آیا او ساختمانچی او مغازه‌چی نلاک سپرده میتونه؟ نلاک سپرده نتونست کارخانه‌شو بسته میکنه شرکتشو بسته میکنه مغازه‌شو بسته میکنه مغازه بسته شد فایز نلاک پس میروه نلاک پس رفت معاش نمیشوه نفقه نمیشوه. میفهمین شما گپ دگی جای شما بدخواه ملت این تاجیکستان آباد دامهای بلند زید سعید را ببینین شرکت های بزرگ امید 88 را ببینین فابریکه های بزرگ حاجی عمر را ببینین مغازه های کلان رحیم را ببینین این پیشروی نیست. ای مردم شما از زبان اقتصاد نظر کنید. علم اقتصاد چی میگه؟ وقتی یک کشور وابسته یک کشور است وقتی در او کشور جنگ میشوه در حالت جنگی چقدر خسارات میبینه شما خودتون با زبانتون میگین در سال 91 97 ما 10 میلیارد دلار ضرر دیدیم پس روسیه مدام ضرر میبینه تاثیرش برای ما نمیرسه؟ میرسه. چه هزار تون میبینین شما خیلی نخندین دهنتون گیز اون لکسوس ها و جیپاتون ای سراتون میمونه بازار سودا نشد کارخانه مالش فابریکه شیربراری فابریکه نمیدونم سیمن براری کارخانه سیمن براری وقتی خانه نساختن وقتی سیمن خرید نشد فابریکه برای شوی و چایت میبره برای کی میبره از سیمنت خارجه طلبات جوابگو نیست سیمنت ما نمیتونن در اون رون سیمنت ازبکستان یا که اون سیمنت روسیه باشه فرق میکنه. یعنی شما کجا قیاس میکنین یک نمیدونین چی گفتین نمیدونین همین بروین همین آنا شما بدخواه ملت وطن آبادی را در اقتصاد میتونن چینکی آبادی را وابسته به اقتصاد وابسته به سطح سیاست دولتداری وابسته به سطح مهاجرت. آیا 2 میلیون مهاجر داریم مگر ما کشوری پیشرفته ایم؟ آیا ما وابسته روسیه ایم مگر ما کشوری پیشرفته ایم؟ یک کشوری ترقی کرده پیشرفته میتونه که در روسیه جنگ میشه 5000 کیلومتر تاثیرش برسه. منطقا فکر کنید.